راهبران وزارت تندرستی تاجیکستان علاکه یک روز بعد نشر ویدیو درباره بیماری سخت قدم قربان این آوازخوان و شیرینکار شناخته را ماشین عاجلی از دادگاهش دهه چگم نویه شمس‌الدین شاهین به دوشنبه آوردند و در کلینیک مشهور به نام منصورف بستری کردند. در این باره خود قدم قربان به شیرینکاران گروه عربشاه که برای عیادت او این باره به بیمارستان آمده بودند خبر داد. یادآور می‌شویم که خبر بیماری قدم قربان را از بچه‌های گروه عربشاه روز 5 می در اینترنت گذاشتند و ویدیوی عیادت آنها از این آوازخوان در خانه دخترش در دهه واسه را در یک مدت کوتاه تنها در کانال قربان نگماتوف در یوتیوب بیش از 800,000 نفر از جمله مسئولان وزارت تندرستی تماشا کردند. قدم قربان به وزارت تندرستی اظهار سپاس کرد که مرا قدر کردند و برایم تا چگم ماشین یوری تاجیلی فرستاده برای طبابت به دوشنبه آوردند. او همچنین از همه هموطنانی که برای طبابت او کمک خود را دریغ نداشتند و همین طور به همه آنهایی که برای شفا یافتن او دعای خیر کردند تشکر بیان کرد. ولی قدم قربان در عین زمان از آنهایی که در روزهای بیماریش آوازه‌های بدی را درباره‌اش پند کردند از جمله حتی آوازه کردند که گویا او مرده باشد گله کرد و گفت آدم بیمار را برعکس دلبرداری باید کرد، نه اینکه با هر سخن ناجا دلش را بشکنید. یادآور می‌شویم روز 5 می شیرینکاران گروه عربشاه که وقت‌های آخر بیشتر به بلاگری و راه‌اندازی معرکه‌های خیریه مشغولند با نشر ویدیوی عیادتشان از قدم قربان در نویه واسه خبر دادند. این آوازخوان شناخته به بیماری سخت گرفتار شده برای طبابت به کمک مولوی مخلصانش احتیاج پیدا کرده است. قدم قربان در صحبت با گروه عربشاه نقل کرده است که 4 ماه باز خوب است و از درد قسمت راست شکمش چنان مینالد که حتی درست خیستن یا نشستن نمیتواند. او گفته است طبیبان جمهوری تا حال نتوانستند بیماریش را مشخص کنند و توصیه دادند که برای تشخیص و طبابت به خارج برود. همسر قدم قربان اشک در چشم نقل کرد که در وقت‌های آخر به مشکلات سخت مولوی گرفتار شدند و حتی 4 ماه باز شکر ندارند و نان را در چای تر کرده میخورند. قدم قربان از آن شکوه کرده است که پیش شماره دوستانش در کلکولیاتور نمی‌گنجید، ولی بعد از پا افتادنش دید که دوستی هم قریب نداشته است، چون که از آن خیله بزرگ امروز تقریبا کسی به عیادتش نمی‌آید. برخی به اینند که چنین آوازخوان شناخته چون قدم دچار مشکلات مولوی شده باشد باور ندارند، ولی آنهایی که قدم قربان را از نزدیک و خوب میشناسند میگویند او یک آدم ساده و زود باور است و از این رو در حالی که دیگران از حساب ویدیوهای او در اینترنت میلیون‌ها تماشابین جمع آوردند و پول خوب هم کار کردند، به خود قدم از این هم از شهرت ترانه‌ها و ویدیوهاش تقریبا یگان درهم هم نرسیده است. قدم قربان یک آوازخوان تویگرد از جماعت چگم در سالهای آخر به طرز عجیب ترانه‌خوانیش شهرت زیاد پیدا کرد. او از جمله در وقت هنرنماییش از پیستالت به هوا تیر خالی میکند و هنگام خواندن یک دویت با زینب که قدوی قدم قربان هم بوده است، زینب آواز اسب را تقلید میکند. برخی ترانه‌های او در اینترنت چندین میلیون تماشابین پیدا کردند.